غذاهای مفید برای بازسازی سلولهای عصبی. سلولهای عصبی بدن سیگنالهای الکتریکی رو از مغز و نخاع به تمام سیستم عصبی مخابره می‌کنند. این سیگنالها تمام عملکردهای بدن از جمله تپش قلب، گوارش، سطح pH، حرکات ماهیچه‌ای و غیره رو کنترل می‌کنند. متاسفانه با مصرف شکر، غذاهای ناسالم و سموم ناشی از محیط، اعصاب به راحتی آسیب می‌بینند، به خصوص اعصاب پا و دست که حس گزگز شدن، سوزش، چاقو زدن یا تیر کشیدن رو میده، به خصوص در انگشتان پا. در موارد حادتر ممکنه فرد بی‌حسی یا از دست دادن تعادل، زنگ خوردن گوش‌ها و یا ضعف عضلانی رو تجربه کنه. این نوع آسیب اعصابی پروفرال نوروپاتی نام داره و با دریافت ویتامین‌ها و مواد معدنی مناسب از طریق رژیم غذایی قابل درمانه. امروز غذاهای مؤثر بر اعصاب که به التیام آسیب‌های موجود و عملکرد مناسب اعصاب کمک میکنه رو لیست کردیم. همچنین علل آسیب اعصاب و بهترین مکمل‌ها برای التیام سریعتر عصب‌ها رو بررسی می‌کنیم. اما پیش از شروع لطفاً کلید لایک و اشتراک رو بزنید و همه نوتیفیکیشن ها رو فعال کنید. این کار کمک می‌کنه تا افراد بیشتری از ویدیوهامون درباره مواد مغذی و ویتامین ها آگاه بشن. این ویدیو تنها مقصود آموزشی داره، بنابراین پیش از هر تغییری با پزشکتون مشورت کنید. اولین مورد از لیستمون ماهی‌های روغنیه. ماهی‌های روغنی سرشار از امگا 3 هستند که التهاب رو در بدن کاهش داده و به بازسازی آسیب‌های عصبی کمک میکنه. بدن انسان خودش نمیتونه امگا 3 تولید کنه و باید از طریق مصرف غذاهای خاصی مثل سالمون، ساردین، خالخالی، آنچو و تون رو دریافت کنه. DHA یافت شده در ماهی به عنوان مصالح خام برای ساخت سلول‌های عصبی جدید و سالم به کار میره و EPA هم التهابات حول بافت‌های عصبی رو کاهش میده تا التیام پیدا کنن. اگر به مصرف ماهی علاقه‌مند نیستید، میتونید مکمل‌های روغن کبد ماهی کاد خالص یا روغن کریل قطبی دریافت کنید که در بازسازی اعصاب آسیب دیده و تسکین ورم و دردهای مفصلی مؤثره. دومین مورد آووکادوه. آووکادو یکی از مقوی‌ترین ابرغذاهای دنیاست که هر عدد از آووکادو به طور متوسط حاوی مقدار بی‌نظیر 800 میلی گرم پتاسیمه. پتاسیم به رشد تکانه‌های عصبی که انقباض و انبساط ماهیچه‌ها رو کنترل می‌کنه کمک می‌کنه. این موضوع باعث منظم سازی تپش قلب، کاهش گرفتگی ماهیچه‌ها و محافظت از اعصاب در مقابل آسیب قند خون بالا میشه. سومین ماده غذایی که باعث کاهش آسیب عصبی میشه لبنیاته. برای بازسازی و محافظت از سیستم عصبی بدن باید به طور متوسط 7 الی 9 ساعت خواب شبونه دریافت کنه. مطالعات نشون داده که از هر 3 نفر بیش از 1 نفر از مشکلات مربوط به خواب رنج میبرن که باعث آسیب به اعصاب و ایجاد مشکلاتی مثل اضطراب، دردهای عصبی مزمن، پریفرال نوروپاتی و افسردگی میشه. لبنیات حاوی L-تریپتوفان، آمینو اسیدی ضروری که با تقویت انتقال دهنده های خاص عصبی در مغز به خواب بهتر شبونه کمک میکنه. ماست یونانی، شیر، پنیر علفخوار و پنیر محلی از غنی‌ترین منابع تریپتوفان هستند. چهارمین مورد صدف ها هستند. برای تقویت سیستم عصبی دریافت مقادیر مورد نیاز ویتامین B12 فوق‌العاده ضروریه. این ماده مغذی به وفور در گوشفیل، صدف و اویستر یافت میشه. پس توصیه میکنیم مقداری از این غذاهای دریایی رو حداقل 1 بار در هفته مصرف کنید. B12 یا کوبالامین برای ساخت گلبولهای قرمز خون که وظیفه غذارسانی به اعصاب رو دارن ضروریه. بدون این ماده پوشش محافظتی که پوسته مایلین نام داره آسیب میبینه و باعث دردهای عصبی و نوروپاتی طولانی مدت میشه. مورد بعدی تخم آفتابگردانه. 100 گرم تخم آفتابگردان میتونه 234% از نیاز روزانه بدن به ویتامین ای رو تأمین کنه که آنتی اکسیدانی قدرتمنده و از اعصاب در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد محافظت میکنه. از غذا تخم آفتابگردان همچنین سرشار از منیزیم، ماده معدنی حیاتی که در صدها فرایند شیمیایی بدن دخیله.
از ساخت DNA گرفته تا انقباض ماهیچه ها. منیزیم باعث میشه اعصاب و ماهیچه ها ریلکس کنند و فشار خون بالای ناشی از اعصاب، سردردهای میگرنی، گرفتگی ماهیچه ها و اضطراب رو درمان میکنه. مهمتر از همه درد سیاتیک، نورالژی، فیبرومیالژیا و التهابات رو تسکین میده. نباید ششمین مورد رو دست کم گرفت. آب قلم مایعی که از استخوان‌های پخته شده حیوانات تهیه میشه و نه تنها یکی از شفابخش‌ترین داروها برای اعصابه، بلکه سرشار از گلوتامین، فراوان‌ترین اسید آمینه در بدنه. گلوتامین با کمک به هضم غذا و تأمین سوخت برای سلول‌های دستگاه گوارش به دلیل جلوگیری از ابتلا به مشکلاتی مانند IBS، بیماری کرون و بیماری‌های خودایمنی مثل آرتریت و نوریت شناخته میشه. علاوه بر این در ساخت انتقال دهنده های عصبی هم دخیله. مورد بعدی زردچوبه هست. مطالعات نشون داده مصرف این ادویه طلایی در مقابله با آرتروز، بیماری آلزایمر، افسردگی و بیماری‌های قلبی مؤثره. این ابرغذا حاوی ماده بیولوژیکی به نام کورکامینه که اثر ضد التهاب داره و با تسکین التهاب انتقال دهنده ها باعث کاهش دردهای عصبی میشه. توجه کنید که با افزودن فلفل سیاه به زردچوبه میتونید جذب ماده فعال کورکامین رو تا 2000% افزایش بدید. هشتمین مورد مخمر مغذیه. مخمر مغذی نوعی مخمر غیر فعاله که به عنوان ماده غذایی به کار برده میشه. مزه‌ای پنیر مانند داره و یکی از غنی‌ترین منابع طبیعی ویتامین B کمپلکس به جز B12 هست. ویتامین B های مختلف موجود در این مخمر به خصوص ویتامین B1 برای التیام اعصاب از آسیب قلبی عروقی و گلوکوز بالای خون ضروریه. برای مثال در صورت ابتلا به دیابت ذخیره ویتامین های دسته B در بدن ضروریه تا از سلول های عصبی در برابر آسیب محافظت کنه. ممکنه از مورد نهم تعجب کنید. گوشت علفخوار. گوشت علفخوار با کیفیت دارای انواع مواد مغذی از جمله زینک، آهن، امگا 3 ها، B12، سلنیوم و سایر ویتامین های B هست که برای محافظت از اعصاب ضروریه. زینک یافت شده در گوشت قرمز توسط مغز و سیستم عصبی برای ساخت سلول های عصبی، انتقال دهنده های عصبی و هورمون ها استفاده میشه. همچنین جگر سیاه رو نباید فراموش کنید چون سرشار از کوآنزیم کیوتنه، آنزیمی که توسط سلول‌های بدن برای تولید انرژی در میتوکندری به کار میره. سلول‌های عصبی بیشتر از همه به انرژی نیاز دارن، بنابراین وجود جگر سیاه در سبد غذاییتون به تقویت اعصاب کمک میکنه. به عنوان یک آنتی اکسیدان از اعصاب در مقابل سموم و آلودگی‌های محیطی محافظت میکنه و طبق تحقیقات انجام شده میتونه تأثیر بسزایی در کاهش سوزن شدن در اعصاب پریفرال داشته باشه. مورد بعدیمون دونه چیا هست. دونه چیا به دلیل خواصش در تقویت عملکرد فیزیکی بدن و تقویت انرژی در تمدن‌های باستانی به نام غذای جنگجویان شناخته می‌شده. زمانی که صحبت از کلسیم میشه، افراد معمولاً استخوان و دندونهای قوی رو تصور میکنن، در حالی که این ماده معدنی در بهبود ساختار سلولها و گردش خون هم دخیله. همچنین به سلولهای مغز کمک میکنه تا راه عبوری برای ارتباط با همدیگه بسازن. یک قاشق غذاخوری دونه چیا به رژیم غذایی روزانه‌تون اضافه کنید تا سطح انرژیتون رو بالا ببره و اعصابتون رو التیام بده. 11مین مورد فلفل چیلی. ماده فعالی که در فلفل چیلی یافت میشه کاپسیاسین نام داره و باعث طعم تند و آتشینش میشه. مطالعات نشون داده مصرف فلفل چیلی و کاپسیاسین در افراد مبتلا به آرتریت، دردهای پس از جراحی و نورولوژیا باعث کاهش درد و ورم شده. کاپسیاسین همچنین در تولید برخی ژل‌ها و پدهایی که برای تسکین درد مستقیم روی پوست استفاده میشن به کار میره. 12مین ماده غذایی روغن نارگیله. نارگیل سرشار از مواد مغذی ضروری و مواد معدنی الکترولیتیه که به سلامت اعصاب و انتقال دهنده های عصبی کمک میکنند.
اما مفیدترین فراورده نارگیل روغن نارگیل خامه که سرشار از تریگلیسیریدهای متوسط زنجیره. این MCT ها منبع سوخت جایگزینی برای گلوکوز تامین میکنن و میتونن با تغذیه مستقیم سلول های مغز عملکرد مغز و حافظه رو بهبود ببخشن. MCT ها میتونن بافت‌های آسیب دیده رو کنار بزنن و میلیاردها سلول بدن رو تغذیه کنن، از جمله سلول های عصبی. 13مین مورد، توت‌ها. انواع توت‌ها سرشار از آنتی اکسیدان هستند، اما تحقیقات نشون داده که برای سیستم عصبی هم مفید هستند. آنتوسیانین رنگدانه‌ایه که در توت‌های قرمز، آبی و بنفش رنگ از جمله توت فرنگی، روزبری و بلوبری یافت میشه. این مواد ضد پیری هستند و توانایی عبور از مرزهای خونی مغز و محافظت از اعصاب در مقابل آثار آسیبزای پیری رو دارن. مصرف مداوم توت‌ها برای مقابله با آلزایمر، اضطراب و افسردگی و سایر بیماری‌های عصبی مفیده. و آخرین مورد، کلم بروکسل. کلم بروکسل حاوی مقادیر کمی از آلفا لیپویک اسید، ماده‌ای طبیعی که میتونه به التیام آسیب‌های عصبی کمک کنه. بدن از این ماده برای تجزیه کربوهیدرات‌ها کمک میگیره تا بتونه برای همه اندام‌های بدن انرژی تأمین کنه. خواص آنتی اکسیدانی اون به التیام نوروپاتی دیابتی کمک میکنه. با اینکه مصرف مکمل‌ها بهترین راه برای استفاده از آثار التیام بخش این مواده، بهتر مواد غذایی که در ویدئوی امروز بهشون اشاره کردیم رو به سبد غذاییتون اضافه کنید تا اعصابتون رو آروم کنه. نتیجه این تغییرات رو حتما در کامنت های زیر این ویدیو بهمون اطلاع بدید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌های افزایش گردش خون و اکسیژن در مغز روی این ویدیو کلیک کنید. خیلی ممنون که امروز همراهمون بودید. مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی و ثروت و شادی می‌کنیم و یادتون نره نفس عمیق بکشید.